واقعا امروز جمهوری اسلامی افغانستان با کمک و دستگیری همسایگان خویش و من کل جامعه جهانی نیاز دارد و ما این خوب درک میکنیم و امروز سیاست دولت و حکومت ما هم به همین مقصد به همین هدف نگرانده شده است و این حال در شهر دوشنبه یک مکتب تحصیلات عمومی سامانیان فعالیت میکند که صرف برای شهروندان جمهوری اسلامی افغانستان است. مکتب میانه با نام سامانیان. خب این مکتب از سال 2008 فعالیت کرده ایستاده است و در مکتب مذکور عین حال 380 نفر شهروندان جمهوری اسلامی افغانستان تحصیل کرده ایستادند. خب همچنین در 315 نفر شهروندان افغانستان در 25 مؤسسات تحصیل میانه کسبی و عالی کسبی تحصیل نموده ایستادند، یعنی هم در کالج و هم در مکتب‌های عالی و همچنین در زمینه ماجستراتور، دکتر پی‌اچ‌دی، اسپیرانتور هم تحصیل کرده ایستادند، به حیث عنوانجو هم تحصیل کرده ایستادند و از جانب روابط مؤسسه‌های تحصیلاتی همیشه نسبت آنها استقبال است. یعنی ما نسبت درخواست و خواهش آنها ما همیشه آنها دستگیری نموده ایستادیم. شخصا در قبول وزارت معارف و علم هم‌روزانه نه کمتر از 5-6 نفر شهروندان جمهوری اسلامی افغانستان به ما مراجعت میکنند، بخصوص در مسئله جای زیست، در مسئله پرداختی یک قسم آنها که گروه‌های شادناموی هستند، قسم بورسیا نیستند و گروه‌های شادناموی هستند، آنها مراجعت ما به همشون کمک کرده ایستادیم. هر نفر شخصا به من مراجعت کرده ایستادند، من کمک میکنم و یک قسم دیگر هاشون هستند که خواهش کرده ایستادند که متخصص خیلی خوب هستند میخواهم با جای کار تامین کرده شود. این هم در دوره امکانیت ما با جای کار تامین نموده ایستادیم. همچنین غیر از شهر دوشنبه در شهر باختر، ناحیه کشانیان، جلال‌الدین بلخی، جبار رسولов، شهر خاروق، ناحیه رودکی، خب شهر وحدت و شهر حصار نیز شهروندان جمهوری اسلامی افغانستان در مکتب ما تحصیل کرده ایستادند. و یک معلومات دیگر با توجه شما رساندن میخواهم که با پیشنهاد وزارت معارف و علم دستگیری سازمان یونیسف همین مکتب هایی که در اون شهروندان مکتب‌های میانه شهروندان جمهوری اسلامی افغانستان تحصیل میکنند، همین مکتب به همین مکتب‌ها کمک رسانده ایستادند، یعنی برای تحصیل آنها شرایط‌های خوب مساعد کرده ایستادند. اینم یک کار بسیار چیز است. یعنی اون مکتب‌هایی که تحصیل میکنند ما پیشنهاد کردیم با سازمان ملل متحد، ساختار سازمان ملل متحد یونیسف چی کردیم آنها علاقه کمک هم کرده ایستادند. تشکر. یک سوال دیگر. خوب معلوم است که شهروندان افغانستان زبان انگلیسی رو خوب میدونند. آیا حقوق دارد مثلا یک آموزگار افغانستانی در مکتب تاجیک معلم به حیث معلم زبانی انگلیسی کار کنند؟ خب حضورین گرامی، اگر آنها حجت رسمی داشته باشند که ختم کرده این یا مؤسسه تحصیل عالی کسبی این کشور هستند، ما آنها حتما قبول میکنیم. با من همین گونه یک نفر مراجعت کرد، اگر خطا نکنم یک نفر مراجعت کرد و من در ناحیه رودکی خواهش کردم که حتما آنها به کار قبول کنم.